در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس بین المللی برگزار شد و در آن امنیت در آسیا، مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری اقتصادی موردی بررسی قرار گرفت. نمایندگان تاجیکستان هم در این کنفرانس زیر عنوان قلب آسیا حضور داشتند. نشست بین المللی با حضور رهبران هند و پاکستان و افغانستان در حال صورت گرفت که نگرانی ها از افزایش تندگرایی و خطر تروریسم در منطقه افزایش یافته است. بشیر احمد همکارم از رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی کنفرانس مذکور را پیگیری کرد و صحبت امروز با است. احمد به استودیوی ما خوش آمدی. در روز اول حاضران نشست به کدام مسائل بیشتر توجه کردند؟ در روز اول وزرای خارجه کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت کردند که دیروز بود و آنها در مورد همکاری تجارتی، همکاری اقتصادی و همکاری های امنیتی صحبت کردند. در این کنفرانس وزرای خارجه از کشورهای آسیای میانه و هندوستان و همچنان روس و کشورهای دیگر مثل ایران هم دعوت شده بودند و شرکت کردند. گفته شد که درباره مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان هم صحبت شده است. نظرها در این باره چگونه بود است در کنفرانس؟ روز دوم که امروز بود، روز چهارشنبه، رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس شرکت کردن و صدر اعظم پاکستان نواز شریف هم در این کنفرانس صحبت نمود. اشرف غنی پافشاری نمود که افغانستان میتواند یک پل تجارتی و اقتصادی بین پاکستان و هندوستان و همچنان با آسیای میانه باشد اگر فرصت برش تهیه شود. و اونا گفتن که اگر ما چالش های و مشکلات امنیتی که ما داریم، اگر کشورهای همسایه ما همراه ما کمک کنن، ما میتونیم که این فرصت اقتصادی را با همکارای مثلا اونا از پروژه اقتصادی نام بردن، مثلا پروژه تاپیس که اونا گفتن که میتونن که اینی قسم پروژه ها صورت بگیرن، عملی شوند. منظور در پروژه گازی لوله گازی است که از ترکمنستان تا به هند برسه. به هند میرسه از طریق افغانستان و پاکستان هم از مفاد میگیرن و به هندوستان میرسن. و همچنان در مورد خشونت و همچنان در مورد دهشت افغانی، رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی صحبت کرد و گفت که این یک پدیده افغانی نیست و باید همه کشورها دست به دست بتن و در مقابل تروریسم کار کنند. و گفتن نام بردن از کشورها، مثلا گفتن که کسایی هستن که از تاجیکستان آمده، کسایی هستند که از ترکمنستان آمده، از ازبکستان و کشورهای دیگه آسیای میانه و همچنان حتی از چین آمده و از کشورهای دیگه هم در افغانستان اوجا حضور دارن و جنگ میکنن هم برای دولت و در مخالفت نیروی افغانستان. و گفتن که الفاظش این بود که ما افغانه به نمایندگی دنیا جنگ میکنیم امرای اینی نفرها که جنگجوی که آمدن و اینجا امرای ما جنگ میکنن. و گفتن که اینی بسیار خوب یک فرصت است، اینی کنفرانس یک فرصت بسیار خوبی است که ما از صدق دل و همکاری کنیم که ایتو نکنیم که یک چیزی بگوییم و دیگه در عمل یک چیز دیگه را عملی کنیم. تشکر. بشیر احمد همکارم از رادیو مشعل با ما صحبت میکرد. تشکر.